السلام علیکم برادرای عزیز، خواهر و اپا. صبرینه نصری در اینستاگرام خود چی سخنها برای دخترچه‌اش گفته است. تو آمدی و خانه ها پر از نوای الله شد، صدای تو از آن مردمی محله شد، صدای تو یک دمی از آن حضرت بیلال بود، سرشتی تو چو آب چشم فاطمه زلال بود. فدای دستکان سبز تو که از بهشت آمده اند، فدای چشمکان نغز تو خدا سرشت آمدند. صبریده نظری در اینستاگرام خود چنین شعر گفته بود و برادرای عزیز، بهترین میوه زندگی این فرزند است. وقتی که فرزندی نباشد زندگی معنا ندارد. شکر کنیم خداوند چنین فرزند داده است و نعمتی آن برای ماست. ای بچه جان، خدا کلانت کنه، تو دستی من گیری و جهانت کنه.